کلاً آدمایی که قُر زیاد میزنن و خدا به داد آدمهای اطرافشون برسه. سلام، با جلسه دوم از دوره تایپ شناسی در خدمتتون هستم. امروز میخوام راجع به تیپ شخصیتی یک صحبت کنم. قبل از اینکه تیپ شخصیتی یک رو توضیح بدیم من چند تا نکته رو بگم. یکی این که هر شخصیتی که ما در ظاهر میبینیم، هر آدمی که در ظاهر میبینیم، رفتار و خصوصیاتش مجموعه ای میشه از تایپ شخصیتیش و باورها و ارزشهاش و بال و کانالهاش. یعنی بسته به این که بال و کانالهاش چقدر باز شده باشه، که حالا من توی دایره انیاگرام حتما توضیحات تکمیلی بهتون میدم. بسته به این که بال و کانالهاش چطور باز شده باشه، آیا باز شده باشه یا نه، و اینکه چه باورها و ارزش‌هایی داشته باشه و تضاد والدی و تشابه والدیش ممکنه متفاوت باشه. هر تایپ شخصیتی برای اینکه بدونه تو لایه سالم هست یا نه باید 3 تا سوال از خودش بپرسه. گفتیم هر تایپ شخصیتی مجموعی از خصوصیات و رفتاره و برای اینکه بفهمیم یکی لایه سالمه یا ناسالم میایم اون خصوصیات رو بررسی میکنیم. پس در مورد هر خصوصیت این 3 تا سوال باید از خودمون بپرسیم. یعنی من اگر دارم مهربونی خرج کسی میکنم، این 3 تا سوال رو از خودم بپرسم. آیا دارم به خودم آسیب میزنم؟ آیا به دیگران آسیب میزنم؟ آیا به جسمم دارم آسیب میزنم؟ این 3 تا سوال رو باید از خودش بپرسه و جواب هر کدوم از این 3 تا سوال اگر بله بود، یعنی من تو لایه ناسالمم، یعنی اون رفتار من تو لایه ناسالمه، باید اصلاح بشه. بریم سراغ تیپ شخصیتی اول، تیپ 1. چند تا خصیصه داره که ما از روی اینها میتونیم اون طرف رو بشناسیم که آیا این تیپ 1 هست یا نه. این خصیصه ها چی هست؟ یکی کمالگرا بودنشونه، یکی قانونمند بودنشونه و یکی خیلی مرتب و منظم بودنشونه. فوق‌العاده آدمای کمالگرایی هستن، خودشون همه کاراشون سعی میکنن بی عیب و نقص باشه، از دیگران هم همین انتظار رو دارن و چون دیگران نمیتونن این انتظارشون رو برآورده کنن، اغلب آدمای ناراحتی هستن، اغلب آدمای عصبانی هستن. فوق‌العاده آدمای قانونمندی هستن، خودشون قوانین رو رعایت میکنن، از دیگران هم همین انتظار رو دارن. آدم‌های منظمی هستن، خودشون نظم و رعایت میکنن، از دیگران هم همین انتظار رو دارن. ببینید اینجا جواب یکی از این 3 تا سوالی که بهتون گفتم بله میشه. آیا به جسمم دارم آسیب میزنم؟ قطعاً. کسی که خیلی بیش از حد میخواد همه چیزو منظم بکنه قطعاً به جسم خودش آسیب میزنه. مثلا یک مادر تیپ 1 که میخواد همش خونه مرتب و منظم باشه، همش در حال بشور و بسابه، به جسم خودش آسیب میزنه و گاهی اوقات از دیگران هم همین انتظار رو داره. پس این توی لایه ناسالمه وقتی اینجوری داره خودشو و دیگران رو اذیت میکنه. گفتیم فوق‌العاده آدمای قانونمندی، خودشون قانون رو رعایت میکنن، از خانوادهشون، از اطرافیانشون هم همین انتظار رو دارن و تو لایه ناسالم شدیداً قُر میزنن، شدیداً آدمهای انتقادگری هستن. ممکنه یه حرف رو از صبح تا شب 1000 بار بزنن. کلاً آدمایی که قُر زیاد میزنن و خدا به داد آدمهای اطرافشون برسه. تیپ 1 بیماری‌های قلبی عروقی زیاد دیده میشه، چون خیلی هرس میخورن، مدام در حال هرس خوردن و قُر زدنن. خب این به جسمشون آسیب میزنه دیگه. بیماری‌های قلبی عروقی زیاد توی این تیپ 1 دیده میشه. هر تیپ شخصیتی ممکنه توی یه شهری بیشتر دیده بشه توی ایران، ولی ما چون به قومیتی بر نخوره از شهرها استفاده نمی کنیم، راجع به کشورها صحبت میکنیم. توی کشورهای آلمان و انگلیس خیلی زیاد دیده میشه. اگر دقت کرده باشین آلمانیا کلا آدمهای عصاقورت داده و مرتب منظم و شسته رفته و خیلی قانونمندن، دوست دارن همه چیز چارچوب و قانون داشته باشه. حالا هر تیپی میتونه توی یه شغل به خصوصی بهترین باشه و یه سری مشاغل هست براش که میتونه توی اون بهترین بهره وری رو داشته باشه، ولی ممکنه هم توی همه مشاغل باشن دیگه. هر تیپی ممکنه هر شغلی داشته باشه. حالا ما هر دوش رو توضیح میدیم، این که هم توی چه مشاغلی ممکنه باشه و چطور میتونیم اون تیپ 1 رو شناسایی بکنیم توی هر شغلی و در نهایت این که توی چه شغلهایی بره میتونه بهترین خودش باشه. این رو هم توضیح میدیم. یک تیپ 1 اگر معلم باشه خیلی سختگیر میشه،
از بچه‌هاش میخواد تکالیفشون رو عالی انجام بده. یک تیپ که اگر دکتر بشه، یک دکتر اعصاب خورد داده جدی میشه که اصلا حرف نمیتونی باش بزنی، اصلا نمیتونی بگی دردم چیه. یک تیپ یک ناسالمه، همه این چیزها که ما داریم میگیم ناسالمشه که بعد توضیح میدیم حالا چی کار بکنی که بیای تو لایه سالم. خب از خصوصیات دیگه تیپ یکیا گفتیم مغزشون چارچوب بندیه، دوست دارن در قالب چارچوب و قوانین رفتار بکنن، دوست دارن خیلی مرتب و منظم باشن، مغز خشکی دارن، انعطاف پذیر نیستن، یعنی یه سری قانون برای خودشون دارن و طبق اون قوانین فقط رفتار میکنن، چون دوست دارن هر کاری رو که انجام میدن بی‌نقص انجامش بدن، قطعا تصمیم گیری هم براشون سخته. فوق العاده مسئولیت پذیرین، متعهدن، یعنی اگر قرار باشه یه کاری رو انجام بدن نیازی نیست تو دیگه به اونا گوش زد بشی، گوش زد بکنی که این کار رو تو باید انجام بدی، اون خودش خودجوش و خود کنترل انجامش میده. برای کارهایی که توش برنامه‌ریزی هست اینا فوق العاده خوب عمل میکنن، اهل دروغ نیستن و از دیگران هم همین انتظار دارن. گفتیم فوق العاده آدمای مسئولیت پذیرین و دوست دارن همه کارها رو هم خودشون انجام بدن، چون فکر میکنن که خودم از همه بهتر انجام، و چون این فکر رو دارن ممکنه آدمهای اطرافشون رو تنبل بار بیارن. مثلا اگر یک پدر و مادر تیپ یکی رو بخوای بشناسی، اگر فرزندش نمره 18 یا 19 بیاره اون نمره از نظرش ناقصه، اون نمره از نظرش کمه، باید 20 بیاره، باید فرزند من بهترین باشه. یک پدر و مادر تیپ یکی خیلی باید حواسشون باشه که بچهشون تضاد والدی نگیره. یعنی چی؟ یعنی اینقدر به بچه سخت میگیرن که بچه تصمیم میگیره من نباید شبیه پدر و مادرم بشم، من باید با اون فرق بکنم. حالا چجوری فرق میکنه؟ پدر و مادر یک تیپ یکیه که منظم و همه چیز مقرراتی و طبق قانون. حالا بچه چی میشه؟ بچه یک تیپ نهی میشه، یک نه ناسالم میشه، کلن بی نظم، بی قانون، پارو قانون میذاره، آن تایم اصلا نیستن، چون تیپ یکی ها خیلی آن تایم. همین چیزا و همین سخت گیری های بیش از حد باعث میشه که بچه دقیقاً تایپ شخصیتیش مخالف تایپ شخصیتی پدر یا مادرش بشه، حالا هر کدوم که سخت گیری میکنه. گاهی اوقات بچه چون خیلی پدر یا مادرش رو دوست داره یا رفتار و اخلاق اون پدر مادرش رو دوست داره، شبیهش میشه که بهش میگیم تشابه والدی. گاهی اوقات انقدر اذیت میشه که میگه من باید کاملا برعکس پدر یا مادرم باشم، که میشه چی؟ اگر پدر یا مادر تیپ 1 باشه و اذیت بکنه بچه رو، بچه تصمیم میگیره تیپ 9 بشه، تیپ 9 ناسالم که اصلا قانونمند نیست، اصلا مقرراتی نیست، منظم نیست، آن تایم نیست و کلا برعکس پدر یا مادرشه. یک نشونه دیگه که میشه تیپ 1 رو شناخت، که غضب چشم خیلی بدی دارن و کلا میگم آدم‌های عصبانی هستن. البته ما یه آدم عصبانی داریم، یه آدم خشمگین داریم. حواستون باید باشه که تیپ 8 و تیپ 1 رو با هم اشتباه نگیرید. تیپ 1 عصبانی میشه، سریع هم فروکش میکنه، عصبانیت شدید، سریع هم فروکش. ولی تیپ 8 خشمگین میشه و کوتاه هم نمیاد، تا زهرش رو نریزه ول نمیکنه. حالا تو جای خودش براتون توضیح میدم تیپ 8 رو. خلاصه که فوق العاده آدمای غرغرویی هستن و تو لایه ناسالم و کلا این غر زدنشون رو اعصابه و واقعا آدمهای اطرافشون رو اذیت میکنن، ولی برخلاف ظاهرشون خیلی آدمهای احساسی و دلنازکی هستن. یعنی ممکنه در ظاهر نشون ندن و برای اینکه این آدم‌ها بیان تو لایه سالم باید سعی کنن ابراز احساسات کنن، احساسات خودشون رو نشون بدن. گفتیم هر اخلاق و رفتاری رو که ما اون 3 سوالو کردیم و جوابش بله بود، باید روی اون خصوصیت و اخلاق و رفتار کار بکنید. اگر توی این کلاس شرکت کردین، حالا که شناختین خودتون رو، حالا که اون ایرادای خودتون رو پیدا کردین، باید فکر توسعه شخصیتتون، ارتقاء خودتون باشید و باید اصلاح کنید اون رفتارها و اخلاقها رو. و در کل این که تیپ 1 ها همیشه با آدمهای اطرافشون چالش دارن. گفتیم چون دوست دارن همه کارها بی‌نقص انجام بشه و یه همچین چیزی غیر ممکنه، یک تیپ 1 همیشه عصبانی و شاکیه از شرایط موجود. پس یک تیپ 1 اگر میخواد بیاد تو لایه سالم، باید این اخلاق و رفتار رو شناسایی کنه
و اصلاحش بکنه، هم خودش رو کمتر اذیت بکنه هم دیگران و اطرافیانش رو. اگر کسی از چشمشون بیفته دیگه افتاده، یک رابطه چندین ساله رو ممکنه یه شبه خراب بکنن که قطعا این هم تو لایه ناسالمه و باید اصلاح بکنه. وقتی که یک تیپ یکی توی این کلاس شرکت کنه هم خودش رو بهتر میشناسه، میفهمه که من تیپ یکم، حالا بیام اخلاقامو اصلاح کنم و اگر که دیگران مثل من نبودن من پذیرنده بشم. پس چی شد؟ من اول خودم رو میشناسم، خودم رو اصلاح میکنم و بعد پذیرشم از آدم ها و از اخلاق و رفتار و کردار آدم ها بالاتر میره. دیگه مثل قبل اذیت نمیشم، دیگه مثل قبل تو چالش نمیرم، دیگه مثل قبل تو جنگ روانی با آدم ها نمیرم. من مادر خودم تیپ یک درون خودش داره، من برای اینکه آموزشم تکمیل بشه مجبورم که بگم حالا هر کی چه تیپی داره آدم های اطرافم. من مادر خودم تیپ یک درون خودش داره و این کمالگرایی رو به من انتقال داد. حالا علاوه بر این که من یه مقدار تضاد والدی گرفتم، یه مقدار تشابه والدی هم گرفتم از مادر خودم، ولی این کمالگرایی رو من چجوری از مادر خودم گرفتم؟ محبت رو به شرط کامل بودن به من داد. یعنی به من یه جوری القا کرد که اگر تو کارها رو بی نقص انجام بدی فرزند مورد علاقه منی. البته اون پدر یا مادر در سطح آگاهی خودش رفتار میکنه، این رو ما باید بدونیم و بپذیریم. یعنی اونها اصلا از این علم خبری ندارن. همین الان خیلی از آدم ها هستن که از این علم هیچ خبری ندارن. تو که الان از این موضوع مطلع شدی با اونها فرق میکنی، تو الان زندگیت متفاوت از اونها میشه. داشتم میگفتم این کمالگرایی رو من اینجوری گرفتم که محبت رو به شرط بهترین بودن و بی‌نقص بودن گرفتم. حالا در مورد خودم یه مورد دیگه این که گفتم هم تضاد والدی گرفتم هم تشابه والدی. این تشابه والدین که این کمالگرایی بود. حالا در مورد کمالگرایی هم بگم بهتون بچه‌ها، کمالگرایی بیش از حد و تله کمالگرایی فوق‌العاده شما رو عقب میندازه. خیلی حواستون باشه که توی تله کمالگرایی نیفتین. این به چه معنیه؟ یعنی مثلا تو میخوای یه کاری رو شروع کنی، یه بیزینسی رو، مثلا میخوای بری توی اینستاگرام بلاگر بشی، مثال میزنم، یا مثلا میخوای بری یک بیزینس رو شروع، یک کسب و کار رو شروع بکنی. میگی اگر فلان جا بهترین جا بتونم یک مغازه داشته باشم، یا حالا مثلا فلان جا یک بوتیک داشته باشم کارم رو شروع میکنم. باید بهترین جا باشه، اگر بهترین نباشه شروع نمیکنم. یا مثلا میخوای بری تو فضای مجازی بلاگر بشی، میگی باید برم پلکمو بکشم بالا، باید دماغمو عمل کنم، باید دندونامو لامینت کنم، باید گوشیم آیفون باشه، باید بهترین باشم که شروع کنم. حواستون خیلی باشه. آدمایی که کمالگرا هستن خیلی حواسشون به این موضوع باشه. کمالگرایی افراطی شما رو عقب میندازه. یعنی هی میگه نه بذار این فلان چیز بهتر بشه، بذار فلان چیز رو درست بکنم و همین باعث میشه شما عقب بیافتین. بود که گفتم پدر یا مادر تیپ یک بچهش برعکسش میشه، تضاد والدی میگیره. من دقیقا همین تضاد والدی رو از مادرم گرفتم. یعنی چون مقرراتی بودن بیش از حدش منو اذیت میکرد، من تصمیم گرفتم دقیقا برعکس اون باشم. یعنی من برخلاف این که خیلی آدم تمیزی هستم ولی آدم شلختگی هستم. البته روی این شلختگی خودم خیلی کار کردم و کار میکنم، ولی در کل شلخته هستم. یعنی ضمیر ناخودآگاه من به من چه فرمانی داده؟ گفته خب حالا که مامان تو اینجوریه و این داره تو رو اذیت میکنه، این نظم بیش از حدش تو رو اذیت میکنه، پس بیا دقیقاً برعکس این عمل کن. لباسا رو پرت میکنم. حتی میگم خیلی تعدیلش کردم، خیلی مرتب و منظم تر شدم، هرچند که میگم توی تمیزی نیستا، فقط توی شلخته بودنه. و حالا چون من تیپ 9 درون خودم دارم، خیلی با آن تایم بودن مشکل داشتم، مدت‌های خیلی طولانی، و نمیدونستم واقعا دلیلش. بعد که فهمیدم، حالا یه مقدار رو خودم کار کردم، خیلی بهتر شدم. ولی در نهایت این که اون تضاد رو من پیدا کردم. حالا خیلی ها اون تضاده باشون میمونه تا آخر عمر، اصلاحش هم نمیکنن. ولی تو الان دیگه بعد از این کلاس مسئولیت داری. تو نباید اون آدم ناسالم قبلی باشی اگر بودی. حالا ارتباط مؤثر با یک تیپ یکی چجوریه؟ مثلا شما با یک تیپ یکی قرار داریم و نیم ساعت دیر به قرارتون میرسیم. هیچ وقت به یک تیپ یکی نگین، چون گفتیم تیپ یکی ها قانونمندن،
خیلی مقرراتی هستن و آن تایمن. خیلی اگر دیر رسیدین به هیچ عنوان نگین خب حالا چی شده مگه، حالا نیم ساعت هم دیر شده، یا مثلا خلاف قانونی که تو ذهن اون رفتار بکنی و بگی خب حالا چیزی نشده که، حالا اتفاقی نیفتاده که. ببینید ارتباط مؤثر خودش یه مبحث و مقوله خیلی گسترده و جداگونه است که باید به صورت جداگونه یادش بگیریم. ولی ارتباط مؤثر با یک تیپ یکی اینه که یا مقصر رو مثلا اگر آن تایم نبودین گردن ترافیک، یا حالا مثلا یه چیزای دیگه گردن یه چیز دیگه بندازین، یا اینکه سریع تسلیم بشید و بپذیرید که شما اشتباه کردید و عذرخواهی بکنید. یعنی قبل از اینکه این یک روش ارتباط موثره، قبل از اینکه اون به تو فرصت بکنه که حرف بزنه شما سریع عذرخواهی کنید و با همین کار خیلی جلوگیری میشه از خیلی دعواها، خیلی مسائل، خیلی مشکلات. خیلی راحت میتونید شما با یک کلمه ختم به خیر بکنید همه چیز رو. حالا اگر اون طرف مشتریت بود چجوری باش ارتباط موثر داشته باشی؟ چجوری اعتمادش رو؟ چون میدونید که توی فروش باید اعتماد سازی انجام بدین. یکی از مباحثی که توی فروش خیلی مهمه اعتماد سازیه. چجوری برای یک تیپ یکی میتونی اعتماد سازی کنی؟ این که ارتباط موثر باش داشته باشی. چطور میتونی ارتباط موثر داشته باشی؟ خوشقول باشی، آن تایم باشی، به حرفت، به قول و وعدت عمل بکنی، دروغ به هیچ عنوان نگی. یک مورد دیگه که میتونید بر اساس اون تیپ یکی رو بشناسید اینه که خیلی به تقارن اهمیت میدن. یعنی حواسشون هست که مثلا اگر یک خانم خونه دار باشه دوست داره مثلا اگر 2 تا گلدون رو میذاره این 2 تا گلدون قشنگ توی به موازات هم باشن، قرینه باشن. رشته های فرش اگر نامرتب باشه برای اینا مشغولیت ذهنی ایجاد میکنه. دوست دارن برن این رشته های فرش رو صافش بکنن. نشونه ها به شما آلارم میده که این آدم تیپ یکیه. از توانمندی های فوق العاده اینها پیدا کردن ایراد و عیب و نقصه. یعنی بیشتر ایرادها، به خصوص اگر تو لایه ناسالم باشن، بیشتر ایرادها و نواقص یک مسئله رو میبینن. مثلا اگر یه قرارداد رو بدی تیپ یکی برات تنظیم بکنه به بهترین شکل تنظیمش میکنه، مولا درزش نمیره چون نواقص رو توش پیدا میکنه. حواسش هست جایی ناقص نباشه، جایی ایراد توش نباشه. خب حالا توی چه مشاغلی برن براشون بهتره؟ توی مشاغلی که چارچوب و قانون داره. توی این مشاغل خیلی میتونن خوب عمل کنن چون گفتیم ذهنشون چارچوب بندی داره، ذهنشون چارچوب داره. توی مشاغلی مثل ارتش و نظام خیلی خوب میتونن عمل بکنن چون فوق العاده آدمای قانونمندی ان. توی ارتش و نظام خیلی خوبن. برای کارهای معلمی تدریس خیلی خوبن. برای کارهای حسابداری، برای بانکداری، شغلی که نظم توش باشه، شغلی که چارچوب توش باشه، شغلی که قابل پیش بینی باشه. تو کارهای دیزاینری، تو کارهای مدیریتی، البته مدیریت به شرط اینکه تو لایه سالم باشن، چون اگر تو لایه ناسالم باشن کارمنداشون قطعا دیوونه خواهند کرد. این پایان جلسه تیپ 1. اگر لازمه چند بار ببینید.